به گوشه‌ای از زبان شیرین و زیبای ترکمنی در این فیلم قدیمی ترکمنی دقت کنید و تا پایان این کلیپ با ما همراه باشید. Pamukcan, bana ne duyacaklar? İyicecan, mehribanım, sen menin şakaçını yaşarttın. Men 7 saan doğunum var eken, ayda ahirin İyicecan, kevem aysan olur nerede? زبان ترکمنی گنجینه‌ای گرانبها از فرهنگ، تاریخ و هویت ترکمن هاست که نسل در نسل آن را با افتخار حفظ کردند. با این حال برخی افراد به جای استفاده از واژگان اصیل ترکمنی، کلمات و معادلات زبانهای دیگر را به کار میبرند که این امر میتواند به تدریج به کمرنگ شدن اصالت زبان و فرهنگ ترکمن منجر شود. این رفتار نه تنها از غنای زبان ترکمنی میکاهد، بلکه پیوند ما با ریشه‌های فرهنگی را سست میکند. استفاده بی‌رویه از واژگان بیگانه به ویژه هنگامی که معادل‌های مناسب و زیبای ترکمنی وجود دارند، نوعی بی‌توجهی به ارزش‌های زبانی و فرهنگی است. زبان نماد و هویت یک ملت است و جایگزین کردن واژگان اصیل با کلمات زبانهای دیگر مانند آن است که بخشی از هویت خود را نادیده بگیریم. این کار ممکن است در ابتدا بی اهمیت به نظر برسد، اما در دراز مدت میتواند به فراموشی واژگان اصیل و حتی تغییر ساختار زبان منجر شود. البته تعامل فرهنگی و زبانی در دنیای امروز اجتناب ناپذیر است، اما حفظ تعادل اهمیت دارد. ما می توانیم با افتخار از زبان ترکمنی استفاده کنیم و در این حال در صورت نیاز از زبانهای دیگر به صورت محدود و هدفمند بهره ببریم. بیایید با احترام به زبان مادری خودمان آن را زنده و پویا نگه داریم تا آیندگان نیز از این میراث ارزشمند بهره مند شوند. تهیه شده در کانال تاریخنامه ترکمن.